خب با سلام مجدد. در این بخش میخوام مدل مبلمانمون رو تکمیل کنم. در واقع کوسن هایی که روی این مبل قرار میگیرن رو میخوایم با هم کار بکنیم. اگه من مدل رو باز کنم، این مدل بیشتر مد نظرمه. خب باز طبق معمول من از یه باکس شروع میکنم. باکس اولیه رو ایجاد میکنم. میتونم الاینش کنم با دو شکل نشیمن که موقعیت صحیحتری از این مدل داشته باشم و متریال خامم رو بهش اعمال کنم. ابعادش رو کنترل میکنم. میتونم 50x50 در نظر بگیرمش به عمق 12. مدل رو ایزیله میکنم Alt Q و تبدیلش میکنم به پلی. مشابه تکنیکی که در ساخت مبل خود بدنی اصلی مبل رفتیم، من اینجا باز لبه هایی رو ایجاد میکنم برای همواری کمتر به کمک ابزار کانکت اپلای. این لبه رینگ، از این طرف هم دو تا لبه ایجاد میکنم اپلای، و از این طرف هم نیاز دارم اینا رو خیلی کم قرار میدم. برمیگردم به زیر مجموعه این پلیگان و سطوح دور تا دور کار رو در نظر میگیرم. کل شیفت رو گرفتم و روی این دو پلیگان کلیک کردم. میتونم کمی با ابزار اسکیل اینها رو بزرگ کنم که اون حس و حال گوشه های این کوسن رو ما بده. میتونم بخورم تو وای اسکیلشون کنم که به خود باریکتر شن. اوکی، برمیگردم به نمای فرانت تو زیر مجموعه ورتکس. یه خورده میتونم با گوشه های کار بازی کنم تا اون تیزی تو کنج رو در بیارم. نشیمن این چون قرار روز نشیمن قرار بگیره خیلی پایین نمیارم، به این سمت متمایلش میکنم. اوکی. تا همین جای کار میتونم از یه توربو اسموث استفاده کنم تا شما نتیجه نهایی رو ببینید. خب حالا رو دیتیلز کار تمرکز میکنیم. آخه اصلاح کننده یه توربو اسموث رو شما به مدل میدید، نرمی که ایجاد میشه رو با افزایش سگمنت، همونجوری که میبینید سگمنت های کارم افزایش پیدا میکنه. حالا تو همین مرحله من موضوع رو دوباره به پلی تبدیل میکنم تا با شکل جدید و سگمنت های جدید به یه پلی تبدیل بشه تا زیر مجموعه ها و سطوح بیشتری برای دیتیل کار در اختیارمون باشه. میام تو زیر مجموعه ورتکس و با گره ها همچنان بازی میکنم. یه خود من به سگمنت های بیشتری نیاز دارم، بنابراین میام با کمک رینگ و کانکت دو لبه اینجا اپلای، دو لبه هم اینجا اپلای. از این طرف هم اجازه بدید که این کار رو انجام بدیم. اوکی. حالا میتونم خیلی راحت تر روی F3 هم اگه بزنم و F4 رو متوجه میشین که خیلی راحت تر میتونیم رو مدل کار کنیم و یه خورده رو دیتیل این کار بیشتر
زمان بذاریم. گفتم هرچی رندوم تر شما این کار رو انجام بدید کارتون زیباتر هم خواهد شد. اوکی، میتونم بیام تو زیر مجموعه پلیگان و چند تا از سطوح مرکزی این سطح رو انتخاب بکنم و به کمک soft selection کمی اینها رو موو کنم به بیرون و در نهایت یه مودیفایر FFD 4x4 و با کنترل پوینت های این مودیفایر میتونم باز اون قوس و انحناها رو خیلی بهتر رو مدلمون انجام بدیم. میتونم حتی باز کنترل پوینت های چارتای جلویی روی سطح رو کمی موو کنم به بیرون تا یه خورده توپرتر به نظر برسه. همچنین از پشت خیلی نباید فلت باشه، درسته پشتش تکیه داده میشه به بدنه مبل، ولی من از فلت بودنش یه خورده جلوگیری میکنم. و در نهایت یه توربو اسموث جدید بهش اعمال میکنم. برمیگردم به FFD. من یه خورده کنترل پوینتس هایی تو گوشه رو، یعنی این کنترل پوینتس ها کنترل رو میگیرم و تمامی کنترل پوینتس هایی تو گوشه کار رو کمی اسکیل میکنم تو محور امتداد محور وای تا گوشه های کار رو بازی خورده تیزتر کرده باشم. برای که عمل کرده این FFD رو متوجه بشید، ببینید ما با این FFD چه تغییراتی رو مدل اعمال کردیم. اوکی، و در مجموع تبدیلش نمی کنم چون ازش کپی میخوایم بگیریم. مدل رو در کل یه خورده اسکیل میکنم و توی موقعیت درست قرارش میدم. میتونم الاینش کنم باز با کف و روتیتش نمی کنم الان. اجازه بدید من دوتا کپی ازش بگیرم. میتونیم یه خورده کل کار رو باز تو وای اسکیل کنیم. خیلی خوب، من یه کپی از این میگیرم و برای اینکه اینا شکل هم نباشن میتونم بیام تو ورتکس های پلی اولیه و برای همین موضوع رو به پلی تبدیل نکردم که بتونم برگردم و با اجزای کمتری بتونم تغییرات بهتری روش بدم. بعد خود صبورانه این کار رو انجام بدید تا به یه نتیجه خوبی برسید. همینجوری با موو کردن میتونید اون
نتیجه دلخواهتون رو به دست بیارید. اوکی، حالا من خیلی این کار رو انجام نمیدم و میتونم این موضوع رو خیلی نخوام رو دلش کار کنم، تو X میرورش کنم و برای قسمت سوم در نظر بگیرم. اگه بخوایم خیلی از فلت و صاف بودن اینا جلوگیری کنیم، یه ابزار جالبی توی تکنیک جالبی توی پلی مدلینگ داریم که من الان براتون مثال میزنم. موضوع رو توی این مرحله دوباره کلپس میکنم به پلی و توی زیر مجموعه تا زیر مجموعه مهم نیست، توی لیست پینت دیفورمیشن به کمک ابزار پوش امپول شما میتونید با کلیک و درگ یه سری پستی بلندی رو موضوع ایجاد بکنید که حالا سایز این براش، این قلم و شدتش قابل کنترله. پوش امپول ولیو اون میزان شدت برجستگی هاست که اگه من مقدار 10 رو بذارم روی 2 متوجه میشید که خیلی کمتر اون برجستگی صورت میگیره. حواستون باشه اگه کلیک آلت رو نگه دارید و درگ کنید به جای برجستگی شما جلو فرو رفتگی میکنید. سایز براش هم خیلی بزرگه، یعنی این براش اون قلمه که داری، اون شعاع اون دایره قلم میتونه با براش سایز کنترل بشه. رو 5 میذارم میبینید که چقدر کوچیک‌تر شده و میتونیم به این شکل ایجاد بکنیم، ولی باز من شدتش رو کمتر، روی 1 حتی قرار میدم و یه امتحان میکنم و ازش کپی بگیرم که مقایسه کنیم تاثیر این تکنیک رو. پوش امپول ولیو و یه خورده تو راستای چین هایی که میخوایم میایم رو موضوع کلیک و درگ میکنیم تا اوکی. زیاده با سایز ببین نداریم، میتونیم حالا با ریلکس اینا رو هم اسموستر کنیم، هم به تو برگردونیم یه خورده. ریلکس سایز براش هم رو افزایش میدم و با کلیک و درگ میبینید که اینا خیلی نرمتر میشن، یه خورده به عقبتر برمیگردن و شاید بهتر بتونیم به اون نتیجهمون برسیم. مقایسه کنید دوتا موضوع رو با هم. اوکی، من این موضوع رو دلیت میکنم. این کار رو روی پس اینم من دلیت کنم که دوباره از این مجددا بگیرم. این روی این هم عملیات براش هم انجام میدم. موضوع رو تبدیل میکنم به پلی، لیست پین دیفورمیشن، پوش امپول ولیو و براش پوش امپول ولیو 1 و براش سایز 5 یا حتی کمتر 3. و بعد با ریلکس و افزایش درک میکنم تا نتیجه اسموستری روی سطح کار داشته باشم. اوکی. حالا از این میتونم دوباره میرور بگیرم، X کپی و منتقلش کنم به جایی که میخوام. حالا هر سه تا موضوع رو، هر سه تا کوسن انتخاب میکنم و کمی روتیتش میکنم توی X و موویشون میکنم تا تکیه بدیمشون به سطح تکیهگاه مبلم. میتونیم باز برای اینکه روتیشن هاشون عین هم نباشه من یه خورده اینو بیشتر روتیت کنم، بیارمش جلوتر، اینو هم همینطور.
و کمی هم باید بیایم بشون پایین. اوکی، این هم از کوسنت هایی که روی این قرار بود اضافه کنیم. امیدوارم که لذت برده باشین از این آموزش و تقریبا اون چیزی که میخواستیم رو انجام دادیم.